از مسافرین محترم این پرواز تقاضا می‌کنیم پشتی صندلی خود را به حالت عمودی برگردانده، بر روی صندلی‌های خود نشسته، کمربند ایمنی خود را بسته و در این هوای برفی و قشنگ به توصیه‌های پوستی ما دقت فرمایید. آفتاب سوختگی برای افرادی مثل من که همیشه دوست دارن که ویندو سیت داشته باشن و کنار پنجره بشینن یه مسئله‌ای که ممکنه اتفاق بیفته، مثلا توی ارتفاع که میریم و یووی آفتاب در واقع بیشتر هست و آسیب بیشتری میتونه بزنه. پس کاری که میکنید حتما کرم ضد آفتاب رو قبل از پرواز بزنید و سعی کنید که حالا در طول پرواز، البته نه اول و آخر پرواز که باید این بالا باشه هیچ، ولی در طول پرواز در واقع روکش پنجره رو بکشید تا آفتاب کمتری اذیتتون کنه. هوای خشک کابین و کاهش رطوبتی که وجود داره باعث خشکی پوستت میشه. پس حتما اولین کاری که میکنی آب رو زیاد استفاده کن، چای قهوه رو کمتر کن و حتما از کرم مرطوب کننده مناسب و سبک و اسپری آبرسان قبل پرواز استفاده کن. بعد از پرواز معمولا می‌بینی یه ذره پوست چرب شده، چون بعضی از افراد هم هستن که یه سری جوشای ریز میزنن. علتش اینه که هم در طول پرواز به خاطر همون کاهش رطوبت و خشکی پوستی که اتفاق افتاده بدن در حال تولید چربی بیشتر بوده، شانس جوش زدن بعد پرواز رو افزایش میده. از طرف دیگه دستای آلوده رو هم زیاد به صورتمون ممکن در طول پرواز بزنیم. پس اولا سعی کن که دست آلوده به صورتت نزنی، از دستمال مرطوب کننده دستمال در واقع استفاده بکنی و ترجیحاً هم قبل پرواز اصلا آرایش نکن و آرایش نداشته باش، مگر اینکه حالا یه ضد آفتاب سبک که حتما برای پرواز بزنی. بیماری‌هایی مثل اگزما، روزاسه در طول پرواز ممکنه افزایش پیدا کنن. پس لطفاً قبل پرواز حتما از کرم‌های درمانی خودتون استفاده کنید. معمولا بعد از پرواز میبینه که یه مقدار صورتت بیشتر پف کرده، زیر چشات پف میکنه. علتش اینه که در طول پرواز چون که ما حرکتی نداریم و در واقع احتباس مایعات اتفاق میفته، باعث میشه این پف‌های در واقع زیر چشم مخصوصا بیشتر دیده بشه. پس بنابراین سعی کنید باز هم آب رو زیادتر استفاده کنید، من نمک رو قبل پرواز در واقع کمتر استفاده کنید و اینکه حالا در طول پرواز اگه دستای تمیزی دارید یه مقدار زیر چشماتون رو ماساژ بدید. خونه هم که رسیدید یه کمپرس سرد بذارید. خانم‌ها آقایان مسافرین محترم پرواز بوئینگ 747 این پرواز همکنون به زمین نشست. اقامت خوشی را برای شما آرزو داریم. به امید دیدار شما در فرستای بعد.